بر اهل ذوق و شوق و دوستدار سلام. به قلب های صاف و ساده و بی آزار و بی غبار سلام. به مخلصان حرف خوش را گرفتار سلام. خلاص به همه السلام علیکم. سلامتی میخواهم بر کل نفرانی که این لحظه گوش بر صدای ما دارند، چشم بر دیدار ما دارند و نیز بر همه آنهایی که غایبانه درباره ما میشنوند، درباره برنامه‌مان و هوس تماشایش را دارند اما فرصت ندارند و بعدتر در آمده از یوتیوب کانال تماشا میکنند. با همه‌شان سلامتی میخواهم. دولت بی‌بهاترین در زندگی همین سلامتی است. وقتی پرکمکی خود را که دریغ نمی‌دارید با ما میپیوندید، یک بار دیگر از صمیم قلب سرشار از محبت برایتان تشکر میگویم. امروز برنامه‌مان درباره فیلم است، درباره کینوفیلمی که سینما میگویند. تماشا میکنید. زمان تماشا میکردیم با رغبتی تمام، اما امروز ما همین رغبت را با آهسته آهسته گم کردیم. با چندین نفر در همین بابت صحبت کردم که در سمت همین سینما کار کردند، از بس که در وطن هستند نخواستند که مصاحبه برپا کنیم، چون گفتند از وطن بوده ها با بیرون در آن بوده ها مصاحبه عادی هم کنند، هرچند از سیاست تمام فرسخ ها بیرون باشد هم مصاحبه برای یک لایک عادی که حبس میکنند، چرا برای یک مصاحبه مکمل حبس نکنند؟ و از اینجاست که ما گفتار آنها را گوش کردیم، صحبت آراستیم، مشورت هم کردیم، اما مصاحبه نتوانستیم برپا کنیم. مصاحبه بود اما نه آوازی، نه طریق، نمیتوانید تماشا کنید. یعنی که خب گپ درباره فیلم می رود. بیایید من یک بار برای موضوع را خوب آشنا کردن برایتان چیزی گفته میگذارم برایتان. خب دختره که دستهایش از آرنج پایان وجود ندارد، معیوب است. پایهایش از زانو پایان نیست، معیوب است. و روی نیمه سوخته و کج دارد که هر نفری، هر بیننده بار اول او را نگاه میکند یک بار هراس وجودش را فرا میگیرد و نه فقط هراس، رحم و شفقت هم، دیگر احساس های هم در وجودش یک بار آمیخته شده خروج می کند و نه هر بیننده مدتی دراز سوی این دخترک نگریسته ایستاده می تواند. و این دخترک در یک عرابه معیوبه در بندر کشتی ها نشسته است و در همین حال بودش هم برای دریافت روزیش همین حالش کمک می کند. و همین دخترک که در عرابه معیوبه می نشیند هر روز از نزد دخترک موی سفید اساس زنان می گذرد و از حال همین دختر موی سفید خیلی واقف است. وقتا مردم یک یک از نزدش می گذرد، کسی لقمه نان می افکند یا دانه قند می افکند یا یک جفت میوه، یا کسی نگاه کردن زمان یک می لرزد رویش را به دیگر طرف گردانیده گریبان گرفته می گوید خدایا توبه کردم. و دخترک نفرانی که پول، نان، قند یا میوه میدهند برایشان دعا میکند تبسم کنند، اما نفری که گریبان گرفته خدایا توبه کردم گفته یک بار میلرزد وجودش، دخترک آنقدر خرسند میشود که از غایت خرسندی گریه کرده میفرستد. و موی سفید واقف از همین حال، با خبر از این حال، یک بار جرأت کرده از دخترک میپرسد جانی بابا، تو چرا هر باره که نفر از تو اندکی حذرآمیزتر کرده خدایا توبه میگوید اینقدر خرسند میشوی که از آیت خرسندی خندیده ایستاده گریسته میفرستی؟ دخترک میگوید بابا تو مگر نمیبینی که خداوند مرا چقدر عزیز کرده؟ در همین زمانه، در همین دور و دورانی که مردم خیلی از خدا دور شدن، مردم پای زندگیشان، پای داراییشان، جمع کردن شهرت و مال و دنیایشان هستند و مردم را به توبه کردن وادار کردن خیلی دشوار است. من به یگان تبلیغات دینی، به یگان معروضه همین آرام در جایم نشسته ایستاده
چنانه کرده ایستادم که مردم نگریستن زمان خدای توبه کردم میگویند گریبان میگیرند. پس معلوم که خداوند بین خود و بنده هایش مرا گذاشته است که من یک بار به خاطرشان خدا را آرم. مردم مرا دیدن زمان بر سرشان فکر میزند که در یک زهاد، در یک فرصت العین، یعنی در یک ثانیه خداوند میتواند این پای روان رفته ایستاده را در حالت من گرفتار کرده تواند. بله میتواند. از اینجاست که دخترک خرسند میشود هر بار مردم خدایا توبه گفته رویشان را بر دیگر طرف میگردانند یا گریبان گرفته نگریسته میروند. دختر خرسند میشود. میان خدا و بنده هایش پیامبرانند و عزت همین بنده کوچک معیوبش را اینقدر برداشته که خداوند او را دیده توبه به خاطرشان میآید، او را دیده خدا به خاطرشان میآید. خب بر بینندگان عزیز مراجعت کرده میگویم که تأثیر کرد حکایت دارا که کباب میخورد میگذرد، صد نقل و شراب میخورد میگذرد، بیچاره به کاسه گدایی نان را تر کرده بر آب میخورد میگذرد. روزهایی که آن کودک آن دخترک دارد میگذرد، روزهایی که ما داریم میگذرد، اما بعد گذشتن امتحان این همه را باید سپارید. من برایتان درباره فیلم گفتنی بودم، سمت دیگر رفتن نمیخوام. امروز موضوع رو چنین نامگذاری کردیم. اکنون تصور کنید که آنچه که من نقل کردم یک فیلم نهایت کوچک باشد، فیلمی که همگی 3-4 دقیقه باشد و همین دخترک در عرابه معیوبی و همین رهگذران و همین سوال و جواب با موی سفید کردهش چقدر یک تأثیر بزرگ بر بینندهش و میگذارد، بر تماشابینش، که در دل همه شما یک ذره محبت پیدا می شود، یک شنه، یک آتشک مهر پیدا می شود، آتشک مروت پیدا می شود و می خواهید بر یگان معیوب، بر یگان بیوه بیچاره، بر یگان کار افتاده کمتر کمک کرده باشید. از شنیدن حکایت چقدر تاثیر میگیرید، از دیدنش طریق فیلم که نوار برداری شده باز هم بیشتر تاثیر خواهید گرفت. انا گپ در سر همین حالت، گپ در سر تاثیر فیلم ها در بیداری ملت می رود. امروز حالت فیلم های تاجیکی را حاجت گفتن و تکرار کردن نیست. همه شما نقص از من دیده بهتر میفهمید، چون ما را تماشا میکنید. باور دارم که فیلم ها را هم تماشا میکنید. اونجا سیوژت هست، اونجا بیشتر بهره بردن ممکن است. فیلم های دیگر ملت ها را هم تماشا میکنید. سریال ها را از همه بیشتر بانوان تماشا میکنند، در خانه که می نشینند بیشتر از مردان تماشا میکنند. هر یک چیزی که تماشا میکنید میبینید برای در زندگی شما تاثیر میگذارد. متاسفانه امروز در تاجیکستان عزیزی ما حالت فیلم ها نه اونقدر خوب هست. اونجا هنرپیشه ها ورزیده نیستند، هنرپیشه ها نه اونقدر صاحب استعداد هم هستند. نقش می آفرند، گویا نقش آفریده ایستادهشان گویا سخنها از یاد شده باشند یا از کاغذ خوانده ایستاده باشند. خشک است، جا ندارد نقششان. تاثیرناکیش نهایت ضعف دارد، ضعیف است. و وقتی که از یگان فیلم تاجیکی تماشا میکنید، بعد تماشایش بیشتر کمبودی هایش در خاطرتان میماند، به جای آن که در زندگیتان تاثیری خوبی گذاشته باشد. بیشتر فیلم ها عشق و محبت، جدایی، شعرهای عاشقانه، یگان سرود غمگین و مایوس کننده، دخترک را به دوست داشتهش ندادن یا پسرک را برای رسیدن به وصال دوست داشتهش منع کردن، یا یکی مرد باز هم گورخانه و جنازه و گریستن ها و لباس سیاه پوشیدن ها، باز هم خانه های بی پدر، گهواره های بی صاحب یا مادرانی در فراق فرزند مهاجر حالتی را نشان میدهند که بین هم مردم از دیدن هر روزه همین حالت در حیات ریالی
هستند. باز در سینما هم عیناً همین است. درست است که با مردم آشناست، اما مردم را کمی از حال بودش بالاتر گرفتن، کمی در دل امید بر زندگی پیدا کردن، جسارت پیدا کنانیدن با فکر من بهتر می بود. هستند فیلم های تاجیکی که اونجا بجز ناامیدی باز در دل انسان از حیات دل سرد شدن، ذوق زندگی را گم کردن هم پیدا می شود. فیلم نهایت با انسان تاثیر می کند. قبل از همین موضوع را انتخاب کردن خیلی معلومات ها را هم جمع کردم که دایر موضوع است و دیده برآمدم. در خاطر دارید ما کوچک بودیم، شاید هنوز هم کوچکان تماشا میکنند. یک قهرمان فیلم بود، بروس لی نام داشت، چینی بود یا کوریایی بود. هر نفره تماشا میکرد، دیگر دوام همان روزی که تماشا کرد یا دوام یک هفته انگشتانش مشت میشوند و هر کوچک تماشا کرد با او تقلید، با بروس لی تقلید میکند. حتی در حال همین ضربه ها با صدا کودک خود را بروس لی معرفی کرده خرسند میشد. بعد از آن قهرمان های دیگری هم پیدا شدند، خیلی بسیار بودند و از تماشای همین آنقدر مردم رغبت گرفته بودند، آنقدر تاثیر گرفتند که در هر یک شهر و نواحی کشورمان مکتب های ورزشی کنگفو، کراته، اوشو، جودو پیدا شد. و تماشابین عزیز اگر از اینها خبر داشته باشد انیق میداند که من دروغ نگفته ایستادم. در یک همین شهر خودمان نیست رفشن چقدر مکتب های ورزشی دایر بر سنت های ورزشی چنین بود که کنفوچی ها هم، کراتیست ها هم، کراتیچی ها هم، اینها همه بر موفقیت های هم نائل شدند. اما فیلم امروز تاجیکی ما این حالت را به وجد آورده انسان را بر ورزش تبلیغ کنانیدن نمیتواند. ما فیلم علمی هم نداریم، درباره یگان عالم یگان فیلم تیار کردن نیستیم. مثلا یا یگان فیلم تاریخی هم نداریم، یگان فیلم روانان تاثیر کننده هم نداریم. انا همین روز از یک کینورژیسور، کارگردان فیلم روز که خیلی ورزیده است، یک لکچر گوش کردم که او درباره تاثیر خوب فیلم ها میگفت و خیلی فیلم های هالیوود و بالیوود را یک گفته گذاشت که تاثیر مثبت و منفی دارند یا ندارند و در آخر این لکچر توصیه داد بر روزنامه‌هایی هایی که او را تماشا میکنند و توصیه هم داد، التماس هم کرد که فیلم عمر فاروق را تماشا کنید. چقدر یک خوبه در سیرت شما، در وجود شما جاری میکند، چقدر یک احساس گوارای انصاف و آدمگری و این فیلم را به فکرم فارس زبانهای خودمان تیار کردن، نه تاجیکستانی ها نه و همزبانان کشورهای همسایه آماده کردن. در خاطر داشته باشد که فیلم یوسف بود، یوسف پیامبر، قریب به تمام زبانهای دنیا ناوابسته از دین و آیین و ملت و دیگر ناوابسته به عرف و عادات آن ملت ها به تمام زبانهای دنیا همین فیلم ترجمه شد و با رغبت تمام فیلم را تماشا کردند. من تاثیر این فیلم را بر الله حس می کردم، چون که نام یوسف در بین مردم خیلی بسیار شد، کودکان را یوسف نام گذاشتن ها بسیار شد. بعضی کلمه های خیلی زیبای آن، مثلا خدا از تو راضی شود، خدا از تو راضی باشد گفتن ها در بین مردم عادی، در بازار و فروشگاه، در همین جاهای عادی ترینه که سیر مردم است، سیر آدم است، همانجا هم همین تاثیر بود. پس فیلم بر انسان، بر تماشابین نهایت تاثیر بزرگ دارد. خب 200 سال قبل یک ادیب آلمانی گیوته میگویند او شعر هم مینوشت، شعر بسیاری دارد، بر ادبیات فارس ها هم خیلی رغبت داشت، اما او ادیب بود که نوشته هایش سیرخواننده ترین بودند. 200 سال قبل یک کتاب نوشته بود، اثر نوشته بود، رنج و عذاب ورتر جوان، نام همین کتابش به تاجیکی، و
همان حادثه در کتاب به وجود آمده را نمیگویم، پورا در رمان به وجود آمده را در آخر همین زیرتر خودکشی میکند. وقتی که همین کتاب را نشر کردند، اول در آلمان، بعدا در انگلستان، در دیگر ایتالیا و اسپانیا و در دیگر کشورها، جامعه شناسان، سوسیولوگ میگویند، جامعه شناسان درک کردند که در دوام همان 50 ساله اولی که کتاب نشر شد، شمار خودکشی بسیار شده و خصوصا بین جوانان. تاثیر کتاب را بینید. این فیلم نه، کتاب بود، بعداً فیلمش را اگر آماده کرده باشند باز هم بیشتر شد. پس انسان هر آنچه میخواند، هر آنچه میبیند در سیرت خود، در وجود خود تاثیر بزرگ میگیرد. بعد تماشای هر یک فیلم شما یک تاثیر عمیق میگیرید از آن فیلم، البته که میگیرید. و یک فیلم دیگر بود، در خاطر داشته باشد، بریگادا نام داشت و این فیلم درباره یک گروه جنایتکاران بود که بر مقابل روسیه یک جنایت پیش می بردند. اینها نشه جلابان بودند و یکی از هنرپیشه های ورزیده همین فیلم، پاول مایکوف، در همین یک مصاحبه می کند، هم صحبت می شود با یک ژورنالیست، می گوید درست است که این فیلم برای من شهرت آورد، اما به خوبی نانجامید این شهرت، چون که خیلی از نفران از این فیلم برخورد نادرست گرفتند. کلان سالان میبینند، به طور خود درک میکنند. کودکان از تماشای این فیلم آرزو کردند که راهزن، یعنی باندیت باشند. حتی کودکچه ها رفتارهای آنها را کرده، همان سلاح بر دست گرفته یا چوبک را سلاح کرده جانب نفر راست کرده و صدا برآورده، گفتند من باندیت هستم. کودک آرزو کند که باندیت شود، یعنی راهزن شود، دوست شود، نشأه جلاب شود، این علاقه خوب نیست. تاثیر فیلم و بسیار نورسان خامک و احساسی که به اختیار سوی راه هنرپیشه دوست داشتهشان رفتن میخوان، اینها نمیفهمند که اینها فقط هنرپیشه هستند. آنهایی که نقش آفریده هستند گمان میکنند در حقیقت چنین است و تقلید میکنند. همین سریال هایی که امروز بانوان ما تماشا میکنند، مگر تقلید نمیکنید خوراک پختهشان را، لباس پوشیدهشان را، رویمال بستهشان را. در بازارها متا هم پیدا شد جدی نام داشت، رویمال پوشی هم پیدا شد جدی نام داشت، عروسها آرایشات های هم داشتند که جدی نام داشت، رنگ و برنگ کرده جدی پوشیده است میگفتند. نام های هم پیدا شدند، مگر نام تاجیکی کم بود که جدی نام گذاشتند بر فرزندانشان، چنین هم شد. خب درباره تاثیر فیلم واقعا من جمله آغاز صحبت را کمی سمت دیگر تاب دادم. وقتی که در گزیده ها از سال 1961 تا 91 موادهای چاپ شده و تاثیر آن بر جامعه را جامعه شناسان دیده برآمدند، هر باره که یکان مواد درباره خودکشی و پیشگیری آن چاپ میشد، شمار خودکش ها بیشتر میشد. این هم تاثیر است. و تصور کنید که همه گزیده نمیخواند، اگر این در فیلم انعکاس کرده شود، در فیلم نمایش داده شود، تاثیر باز هم بیشتر می شود، چون که فیلم را تماشا می کنند، چون که رژیسور، کارگردان فیلم نفری هست که تصوراتش درباره دنیا و نقش همان اهل دنیا را بازیدن و خیلی بلندتر از مردم عادی است و او چنان به صحنه گذاری میکند که هر بیننده در همان صحنه خودش را هم در اشتراک میبیند، خودش را هم تصور میکند. و کم نیستند فیلم هایی که عاقبتشان به خودکشی این یا آن نفر می انجامد یا فوتیدن در صدمه ها می انجامد. برای همین هم خب ما اینجا اندک گفته گذشته ایستادم، بعدا باز برمیگردیم بر وطنی عزیزمان، حالت کینای تاجیکی. خب فیلم های هست که در آن همان نفری که حامی می شود، مبلغ گذار فیلم می شود، می خواهد یکان مواد استحصالیش رو در آنجا تبلیغ کند، رکلام کند، یعنی که نفر شرکت استحصال تلفن است بر
اشتراکچیان فیلم، همان اکتورها، هنرپیشه ها تلفن آورده تقدیم میکنند به پول و برای تیار کردن فیلم هم پول بسیار میدهد و او چی فایده میگیرد؟ همون تلفنی که در فیلم نگاه میکنید میخواهد از همون اشتراکچیان فیلم خیلی رغبت پیدا میکنید، محبت پیدا میکنید، دوست میدارید، عیناً تلفن بر این داشتن میخواهید و میخرید. فیلم های روسی بود که در آن شراب نوشان در بین شراب گذاشته شراب می نوشیدند و بعد این فیلم یک و یک باره عیناً فروش همان شرابی که در نزدشان گذاشته شده است، عرق، خیلی بسیار تیز می شد و تاثیر این گونه فیلم ها چی خیلی است؟ 60% جنایت های خود روسیه را من اینجا خونده نوشتم چون که از تاجیکستان این خیلی معلومات کم است. 60% جنایتی تجاوز، 75% کشتار، 63% صدمه اتومبیلی که عاقبتش با مرگ انجام یافته است. این همین حالت مستی است و همین یک فیلمه که عادیه که در آن شیشه عرق گذاشته شده است اینقدر تبلیغ میکند. یگان مغازه‌ای که در آنجا شراب میفروشند دیده میگذارد اینقدر تاثیر زیاد میگذارد. خب فیلم هایی که مضحکه هستند، کمدیا میگویند، کمدیا هستند، وقتی که شما تماشا میکنید میخندید، هنگام خندیدن چه تأثیری از این فیلم گرفته میتوانید؟ یک ژانر فیلم ها رو گفته میگذاریم. وقتی که فیلم مضحکه که کمدیا رو تماشا میکنید، خب در میپیوندیم البته. کمدیا رو تماشا میکنید، در وجود انسان ادرنالین بسیار میشود. ادرنالین مقابل خیلی بیماری ها قوه مسئولیت را بیدار میکند و این حالت خیلی خوب هم هست. کمدیا تماشا کردن اندورفین و ماده هم پیدا میکند که برای مقابل خیلی بیماری ها مبارزه بردن فایده میکند. فیلم های دهشتبار این هم نبض تپش دل را تیز میکند، فشار خون را بلند میکند، مقدار کمتری ترس اگر از معیار معینش زیاد نباشد فایده هم دارد، چون که وجودمان را به آن تیار میکند که آماده باشن برای هر یک ضربه یا برای هر یک حادثه زندگی. اینش هم فایده خوب دارد. اکنون بر فیلم های تاجیکی میگذاریم. فیلم های تاجیکی چگونه هستند؟ وقتهای آخر سینماگران ما که فیلم های تیار میکنند، در آغاز برنامه کمتره که گفته گذاشتیم، خب آن همین فیلم هایی که بعد صاحب استقلال آماده شدن. از فیلم در آرزوی پدر مهربان بود، در خاطر دارید، بر قلم کرامت الله میرزایف این فیلم تعلق دارد. همین فیلم را وقتی تماشا میکنید غوطه‌ور میشوید بر آن دنیا. همین فیلم آنجا نامیدی هم بود البته، اما دوستداری بر زندگی هم پیدا میشد. بعد از آن فیلم معلم اندک بهتر بود. فیلم هایی که بعد از آن تیار شدن خیلی ضعف دارند، از فیلم های پیشینه خیلی ضعف دارند. تماشابین چه برداشت میکند از این گونه کینوها؟ سینماگران بچه ها موفق شدن با کدام حالت ها، با کدام نتیجه ها موفق شدن؟ فیلم های حجتی وقتی که پیشکش کردن بر تماشابینان پربرداشت، پرطاقت. چرا پربرداشت و پرطاقت؟ چون که خواهم نخواهم تماشا میکنند. آسان است حتی تماشا کردن فیلم های تاجیکی وقتی میبینید هنرپیشه در نقش آفری آنقدر لیاقت ندارد، درست آماده نشده است، تلفظش پورا کاملا تاجیکانه نیست، خاریزما میگویند همین چیز را هم ندارد و برای آفریدن یک فیلم وقتی که هنرپیشه میخواهد نقش یک انسان خوب را آفرد، باید خوبی در سیرت او بسنده باشد، یا هنرپیشه میخواهد نقش یک عالم را آفرد، از علم باید کمتر آگاهی داشته باشد. هنرپیشه اگر میخواهد نقش یگان عاشق شیدا را بازی کند،
وای از عشق کمترک برخوردار باشد، نه از هوس برخوردار باشد. اقلا همین کوچه احساس را یک قدم گذاشته، اقلا عبور کرده باشد، گرفتار نباشد، هم کمترک درک داشته باشد. ما این چیزها را در هنرپیشه ها خیلی کم میبینیم. نقش مادر را میآفرد گویا از یگانجا خوانده ایستاده باشد، خنک، سرد، به یگان محبت خاصه نسبت فرزند نقش مادر را میبازد. و همین است که خیلی از فیلم هایمان از علم سرشارند. خیلی گفتیم باز هم همان جنازه گریستن ها، همان سر قبر بردن ها، همان کشتار به وصال نارسیدن ها، یگان جسارت نیست، یگان متانت نیست. بعد تماشای کدام فیلمی که سینماگران ما بعد سالهای استقلالیت آماده کردند، در وجود شما مهر وطن خیلی جوش زده رفت و از جای برخاستید و گفتید من تاجیکستانی جان خودمان را، وجود خودم را سپر کرده حمایت میکنم. بعد کدام فیلم مثلا، یا بعد کدام فیلم آماده شده یک دسته گل خریده پیش پای مادرتان برده پاشیدید؟ بعد کدام فیلم؟ اگر فیلم های قبل از دوران استقلالیت را تماشا کنید ممکن بود این حالت ها. زنی آهنین در خاطر دارید واقعا روانش شاد باشد. یک هنرپیشه مشهور ما عبیدالله رجب را در آن نقش اساسی را میبازد در فیلم زنی آهنین، نقش کوچکاربای را بازی میکند که یک نام عجیب هم برایش گذاشتن، نویسنده گذاشته است. و این کوچکارمک همسرش از گیرودار زندگی خسته می شود و می رود از خانه و او برای او یک خویش و تبارش، یک دوست عزیز، یک عائله زنی آهنین ساخته می بیارد. ربات برای او نه، این یک چی بود؟ یک تجربه بود. اولین چی بود؟ تجربهش بود که میخواست او را در عمل تطبیق کند. ربات اولین برای پخته‌چینی آورده بود، اما همین زنی آهنین همین ربات را بر کارهای خانواده تاجیکی می اندازند. ربوچین، پخت و پز، تازه کردن، مالها را نگاه و بین کردن، باز پخته چیدن، دیگر و دیگر. و در آخر همین زنی آهنین آب می شود در پخته‌زار. این فیلم هم مضحک است. خندیدن ممکن خیلی از سادگی یک مرد دهاتی، از بی‌غباری مردمی آن دهه، از پیشرفت علم اونجا افتخار کردن ممکن که عالم جان ربات ساخته است برای پخته چیند. غم زنی تاجیک را خورده است که در پخته‌زار سرخم زیر دارویی از چرخبال ریخته ایستاده نیستد. و در آخر سوختن همین زنی آهنین خیلی مضمون بالا داشت که در فیلم انعکاس کرده توانستند، بر شنونده پیشکش کرده توانستند. و خیلی دیگر فیلم ها. امروز متاسفانه تاثیر همین گونه فیلم ها خیلی کم شده. من بسیار حرف زده ایستادم، به فکرم یک چند بار وارد شدن، نفر باز بیرون شدن، وارد شوند مرا چرا بلاک کردین؟ گفتن بلاک نمیکنیم، وارد شده حرف زدن گیرید، بعدا باز من موضوع رو ادامه میدهم. اگر موافق همین موضوع صحبت کردنی باشد، اینجا یک لینک گذاشته شده است برای اشتراک کردن. بینید کارمند ماهی شام همکارمان کارگردانی آواز گذاشتند، آن را میتوانید وارد شوید. از همانجا خیلی پیام های هم نوشتن، دلشکسته نشوید، خواهر کاری خود را دوام دهید، الله مددگارت باشد نوشتند. خب موافق موضوع نویسید. بله، السلام علیکم دادر، گوش میکنیم شما را. بله گوشمان بر شماست، دایره موضوع حرف میزنیم. فقط چرا مرا بلاک ماندید؟ گفتن نجات. انا نجات بر شما دادیم. خب ادامه میدیم موضوع را. خب سفرعلی حکیموف نوشتند که در تاجیکستان دزدان، پاره‌خوران، چاپلوسان ماندند. از کجا کینو نوشتند؟ خیر، نقش چاپلوس، نقش دزد، نقش پاره‌خور را بازیده. یک فیلم بود صدا از تابوت نام داشت، نقش پاره‌خور را خیلی خوب بازیده. اونجا هم عبیدالله رجب بود.
خیلی خوب بازیده بود، تاثیرگذار بود، صدا استابود نام داشت آن فیلم. امروز بعد دوران استقلالیت افسوس که این گونه فیلم ها را نمیبینیم. خب شما احتیاط کنتون نمیشه؟ من تربوز تی صدایتان خوب نمی آید. السلام علیکم. خب ادامه میدیم صحبت را. یک چند فیلم هایی که از همین 4-5 سال اخیر روی نوار برآمدند، یک دیدن کردم. سوژت همان طرح ریزی، همان حادثه‌ای که در فیلم با وجود آمده خیلی مانند بر فیلم یگان خلق دیگر است. مثلا ازبک‌ها یک فیلم برآوردند، سوپر کلینچاک، گرفتند همان را تاجیکی کردند. گفتن کلین گفتن یعنی عروسی خودش آمده، آن را گرفتن تاجیکی کردن یا باز چیزی دیگر. اینقدر نویسندگان ما حادثه های را نوشتند که 100% حیاتی است، در زندگی با وقوع پیوستنش ممکن است. اینقدر حادثه های خوب، اینقدر حکایه های خوب. در آغاز همین برنامه یک حکایچه خورده گفتم که اگر آن را آماده کنند و فیلم کنند، تاثیرش از این گونه فیلم هایی که سوپر کلینچاک و دیگر است 1000 بار بهتر است، یا سوپر خوشتومن یا دیگر چیز. برای چی ما تماشابین را چنان عادت کناندیم که همین گونه فیلم های گاه حالت های از حیا بیرون داشته را تماشا کنند؟ تاثیر سریال ها چگونه بر زن های ما، بانوان ما اثر گذاشته ایستاده، یعنی چگونه تاثیر گذاشته ایستادن؟ گپ گردانیدن بر خوشنامند که خیلی سالها از او بالاتر است و عادی فهمانده دادن، حقوق خود را حمایت کردن یا گپ گردانیدن، دست بر میان کرده، دوغ بلند کردن، این همه را از همان فیلم ها گرفته. انسان همین خیلی است که تقلید میکند. تقلید در سیرت هر یکی ما هست. هر نفری که به خودمان پسنده است بسیار دیدن میگیریم، تقلید میکنیم. فیلم هم همین خیلی است. امروز همین قهرمان به تو معقول نیست. وقتی که سری های دوم، سوم، چهارم فیلم را میبینی، آهسته آهسته این فیلم به تو معقول میشود. یک نشه جلاب بود، یک راهزن بود، یک جنایتکار عالی بود که اولین بار در دنیا نشه پرورش کرده است. او را وقتی دربارش فیلم آماده کردند، چنان آماده کردند که بر یک جنایتکار مردم با نظر حرمت می نگریسته شدند. اما وقتی که زامبی گفته، یک قهرمان، یک نفری که از بالای دین خود دفاع کرد، نفری که میخواست اسلام رو جو کند، حقوق برابر باشد، مسلمان ها هم انسان شماریده شوند، اینقدر فشار دیگر دین ها رو، دیگر کشورها رو نبینند، مستملکه دولت دیگر نباشند و برای ملت خود اینقدر شجاعت و متانت نشان داد. زامبی گفته کدام شما از همین گفته های من زامبی را درک میکنید؟ زامبی گفته گویا از یک فیلم دهشتبار قهرمانش را میبینید که سراپا خونشار است. این را همین سینماگران برای ما آماده کردن نشان دادند. شبانه یک بار به کودکتان زامبی گویید که این قهرمانی مسلمان، برادری مسلمانی ما را میفهمند یا نه؟ نه، هرگز. این سینماگران، یعنی کینو یک صنعت بزرگی است که انسان را تربیت میکند. پس همان ارزش های خودمان. انا درباره امام بخاری یک فیلم اگر تاجیکان آماده کنند که همان دانشمندی های امام بخاری را، همان بزرگی هایش را، حدیث های درباره حدیث های نقل کردهش، سفرهای کردهش، نصیحت هایش را چنانه که هست اگر بر تماشابین داده تواند، چقدر تربیت میگیرد آدم. یا درباره سلمان فارس، درباره بیرونی، ابو ریحان بیرونی، کشفیات های او، استرلاب را چگونه از بازار با یک نرخ گران خریده نمی توانست و برایش وزیر کمک کرد، استرلاب خرید.
و او چقدر کشفیات های بزرگ کرده بود. این همه را اگر آماده میکردند و بر تماشابین پیشکش میکردند فایده خوب می داشت، اما یک سوژت ها را آماده میکنند که تربیتگر نیست و ما تماشابین را همچنان کردیم که همین فیلم تماشا گیرد شد، پراسموتر گیرد شد، آماده کردند بر یوتیوب کانال ها سر دادند یا بر تلویزیون و تماشابین هم بر همین عادت کرده که ذهن تماشابین هم خیلی پستر فرآمده و او همین قدر را قبول میکردگی شده است. یعنی حتی فیلم های مضحکوی همان هم از خنده دیده به گریه بیشتر وادار میکردگی شده است. همینطور خب در شبکه اجتماعی فیسبوک درباره فیلم کوسا معلم، ستاره سری تنور، مرد متعلق دو زن مثلا نوشتند که در انسان یأس و ناامیدی، در آنجا به حقوق زن و گریه و ناله و مردن و خواری و زاری و این همه را انعکاس کردند که قهرمان ها از دست زمان و فرزندان و نزدیکان جبر و جفاهای را گرفتار می شوند و خواه نخواه بیننده تماشا میکند و آب دیدهش می رود و بعد تماشای فیلم یک خسته از سری همان اکران تلویزیون برمیخیزد، دیگر ذوق در زندگی برای کار و بار خانه را پیش بردن هم پیدا نمی کند. اگر شما تماشا کرده باشد، یک فیلم استحصال لهستان بود، پولشا، بروسیز نخر نام داشت، درباره یک طبیب مردمی داروگر، داروسازی که اول پروفسور بود، عالم بود، جراح بود، دکتری، یکی با حادثه در زندگی به وقوع پیوست و خیانت بود به فکرم از جانب همسرش که عائله‌اش را ترک کرد، خاطرش را گم کرد و برآمده رفت. بعد تماشای همین فیلم طبیب نخل چقدر دانشکده های طبی سر طلب شدن، چقدر قسمیات کرده جانب این دانشکده دکتر میشوم گفته رفته ها بودن. تاثیر همین فیلم است که برالا معلوم بود. خیلی از همین دانشجویان را سوال کردند که چی وادار کرد که در عائله شما دکتر نیست، میخواستی دکتر شوی؟ او گفته که نه مکتب، نه درس مکتب، نه خانواده، نه ذوق. من بعد تماشای همین فیلمی که زناخر نام داشت درباره پروفسور ویلچور، من خواستم دکتر شوم و همین گونه تاثیر را فیلم تنگین داشت. جواهر دربار در خاطر دارید؟ جوهر دربار آن همین گونه تاثیر داشت. این خیلی فیلم ها بسیار هستند. یک خود همین فیلم تماشا میکنید ارطغرل یک قهرمان دارد، در دنیا اینقدر تبلیغ شده رفت تماشا کردن، تاثیرش برای عالم مسلمان اونقدر بزرگ بود، یک دنیای مسلمانان را یک تکان داد و یک تبلیغ کرد و خیلی ها اسلام گرویدن. گپ فقط در سر دین نمی رود، فیلم باشد که مردم را نه فقط بر دینشان، بر علم هم، بر سواد، از سواد بهره برداشتن هم تبلیغ کرده تواند. این گونه فیلم هم ما افسوس متاسفانه که کم داریم. کای به نزدیکی فیلم تاجیکی را تماشا کرده که در آن یگان عالم، درباره یگان عالم گفته شده باشد، کارهای کرده عالم، پیشرفت‌های عالم، موفقیت‌های به دست آورده عالم باشد، با طوری که فیلم آماده کرده باشند که ذوق نفری را بیدار کند که او هم خواهد در آینده عالم شود، طبیب شود، دکتر شود. کای تماشا کردید به این نزدیکی؟ هر یک تماشا بینه که این حال ما را تماشا میکند، شاید من باور دارم که قریب 90% شما گفته میتوانید که نه تماشا نکردیم. ما برای کودکان فیلم فانتاستیکی هم نداریم، اما اثرهای فانتاستیکی خیلی بسیار داریم. یک خود عبدالملک بهاری چقدر دارد، زنبوری اصل، جسارت دکتر منصور، مثلا فیلم های بهترینی فانتاستیکی میشوند، اما ما آن را برای کودکان روی نوار نمیگیریم. گاری پاتر میدونید کینو بود، فیلم کودکان برغبت تماشا میکنند، اما در خود همین
لهستانی که اونجا در خود همان دولتی که فیلم را برآوردند کودکان را از تماشاش بیشتر منع میکنند. حتی کتاب های همین نویسنده را در بین برآورده کاتولیک ها سوزانیدند، گفتند این تبلیغ بر جادوگری است. کودکان ما تماشا میکنند هری پاتر را، من نمیکند کسی. یک معلومات عجیب هست درباره فیلم هایی که آماده می شود. معلومات گرفتم ایالات متحده آمریکا 89% فیلم های بد اخلاقی را 89% فیلم هایی که در دنیا در موضوع های بد اخلاقی آماده می شوند در ایالات متحده آمریکا تولید می شود. هر نیم ساعت یک فیلم چنین آماده می شود که در آنجا همه سنت های فیلم آموخته شده اما بد اخلاقانه است تیار می شود و آنجا تبلیغ خیلی یک نادرستی های هم هست که به زبان آوردن آنقدر خوب هم نیست، اما در خود ایالات متحده آمریکا کودکانشان را یا نورسان را از تماشای این گونه فیلم ها پدر مادران سخت احتیاط میکنند. این فیلم ها بر دولت های دیگر بیشتر مورد تماشا قرار میگیرد. خب فرزندان را گوشی موبیلیشان را نظارت میکنند اما در دیگر جای تماشا میکنند. در کشور ایران برای گذاشتن آنتنا موج قبول کنک های پارابوله کدام یک کشور مبلغ جدا میکند، مبلغ کلان جدا میکند. انا بریتانیا گفتیم تا در همه خانه های ایران زمین همین گونه آنتنا ها موج قبول کنک ها باشند و چی فایده میگیرد؟ مثلا فایده میگیرد در یک کشوری که مذهبی است مردمش را طریق همین موج قبول کنک ها ویران کردن خیلی آسان است، چون که همه کانال های تمام دنیا را تماشا میکنند که آنجا البته از فساد خالی نیست، آنجا فسادکاری هست. خب اکنون یک حادثه را برای شما گفته گذاشتنی هستم. وقتی در رادیو کار میکردم در شهر روشن برنامه داشتیم پاس خاطره بود و من همین برنامه را میبردم. در این برنامه بابتی از دنیا گذشته رفته ها مردم مکتوب می آوردن یا نقل میکردن، ما می نوشتیم، پاس خاطره گویان از همان آدم یاد میکردیم. البته که گپ در سر پاس خاطره که رفت و نفری از دنیا گذشته را درباره‌اش نقل میکنیم، زیر همین برنامه یک موسیقی آرام از نی یا کوشنه یا همین یگان اسباب نفسی، تنبور یا چیزی که صدای ماتم داشت، ماتم، موسیقی ماتم غم انگیز داشت و هنگام خواندن درد و الم همان خاندان هر نفری گوش کننده یک علم زده می شد. خصوصا خود من که این برنامه را می بردم، هر روز بعد این برنامه لااقل 3-4 ساعت دماغ گرفته و غمگین و مایوس بودم. نفر از دنیا گذشت، مردن حق است، باید بمیریم، دیگر علاج نیست، کسی پاسخگو نیست و کشه افسانوی و افسانه است. اما بعد گذشته رفتن بعد 10 سال می بیایند مکتوب می آوردند که افسوس که 10 سال اگر وفات نمیکرد عمر وفا میکرد امروز 112 ساله میشد یا 150 ساله میشد. گفته نوشته می آوردند، ما می خواندیم، با آواز گریه اولاد دیگرها گوش میکردند و غم را پهن میکردیم، غم را پهن میکردیم. من چرا این را گفته ایستادم؟ من اونجا معاش میگرفتم از روی این برنامه و نفران این برنامه معقول بود باید هر روز انسان از مردن یک بار یاد کند، باید یاد کند مرگ این پایگیر ماست، یک قدم به دنیا ماندیم، یک قدم به دنیای دیگر نزدیک شدیم، از عمرمان یک قدم رفت. خب چرا گفتم؟ در عین کمالات ایجادی هنگام آواز دادن یک هنرپیشه تاجیک نظیر محمد موسویف در عین کمالات ایجادیش دنیا را پدرود گفته است و او میدانید کی وفات کرده، در کجا وفات کرده. هنگامی که انسانی یک نفر گریسته ایستاده را از بالایش دوبلهش کرده ایستاده است، صدای گریه آلودش را، سکته قلب شده همانجا وفات کرده و صدای همین
اکتر همین هنرپیشه اونقدر بر فیلم های ناامیدی و گریه و ناله آواز داده است که صدایش هم گریه آلود شده مانده و همینجاست که غم فرا گرفته. خب اگر در خط علاقه نفری وارد شدن گوش میکنیم شما را. چرا مرا بلاک ماندید گفتید؟ شما را گوش میکنیم. خب به هر حال هنرمندان اصیل ما صبری سبزعلیه و رحمان دوست قربانیان، مراد اوریپوف، این هنرمندان همگی در عین کمالاتشان از دنیا گذشتند. شاید همین فیلم های دردناکی بود که وقتی اجرا کردن غم همان قهرمانی فیلم را حس میکردن، قهرمانی که در نقشش بازی میکنند. مثلا برای نقش مادر کلفت زده فرزندانش بر خانه موسفیدان پرتافته را بازی کردن خیلی غم را باید بر تماشابین داده توانی. برای اشتراک بر این برنامه می توانید همینجا لینک گذاشته شده است، وارد شده اشتراک کردن، همینجا وارد شوید، فکرتان را در این موضوع گویید. چه راههایی را باید پیش برد که فیلم تاجیکی امروز ذوق بیدار کننده باشد در وجود انسان، آدم تواند که بر حیات را دوست داشتن، بر زندگی یک با سعی و تلاش به اندازه قدم گذاشتن فایده آورده تواند. چی باید کرد؟ وقتی که با یک هنرپیشه برزو عبدالرزاقов هم صحبت شدم، فکر خوبه هم گفتن. هنرپیشه برای نقش عالم را بازیدن باید از علم برخوردار باشد. برای فیلم تاریخی آفریدن، در فیلم تاریخ نقش بازیدن باید از تاریخ برخوردار باشد. امروز همراهی همکاران در همین بابت حرف زدیم. یکی از همکارانمان گفتند که اگر درباره اسپیتامین یک فیلم تیار کنیم و نقش اسپیتامین را یک هنرپیشه خوب بازیده باشد، چقدر افتخار در وجود هر یک تاجیکی که تماشا میکند فیلم را از گذشتگان خود پیدا می شود و او آگاه می شود که ما چه خیلی قهرمان های داشتیم. درباره کوروش فیلم داریم نداریم، بابک فیلم نداریم، یا درباره شیرک فیلم داریم، قهرمان های همین مردمی خودمان دیگرها آماده میکنند. درباره تامیریس چقدر فیلم ها آماده کردند، دیگران آماده میکنند و ما علم زده شده میگوییم که دیگر ملت ها شاعر ما را، نویسنده ما را، قهرمان ما را از خود کردند. وقتی خودمان نمیکنیم، دیگرها که آماده کردند، دیگر حاجتی افسوس خوردن نیست. چرا؟ خب امروز سینماگران تاجیک فیلم نمی آفرند که بیدار کننده یک شور و جنون و ذوق در وجود انسان باشد و او را زندگی دوستدارتر کرده باشد. چرا چنین است؟ به فکر شما شنونده عزیز، بیننده عزیز. خب اینجا نگینه بانا گفتند فیلم ها باید موتیواسیون داشته باشند، باید انسان را فقط به پیش قدم ماندن هدایت نمایند. بله چنین هم هست، فقط ملودراما نه، فقط جدایی و فراق و غم نه، خیلی درست موتیواسیون هم داشته باشند. از تلفن کلا دور بودن خوب است نوشتند پیر محمد خولف. خب بهترین برنامه گفتند صبر نوشتند. خب صبر بهترین برنامه باشد. یک وارد شده اقلا فکر خودتان را هم میگفتید که چی باید کرد که امروز فیلم برای بیداری ملت هم کوشش کرده باشد، یک انگیزه باشد که ملت بیدار شود. فقط الله نگوید، فقط تماشا کنی که یک شعر میخواند، فیلم ها را بینید از شعرخانه یک جوان نسبت دختر، از شعرخانه مکتوب نویسی این دختر بر جوان، همه اهل همین ساحه شده رفتن، همه غمگین و مایوس، همه شعرخانه، همه کوشش میکنند که یگان با آواز محزون و ساخته یگان شعر عاشقانه خوانند، زیرش یگان موسیقیچه گذارند و
بر یوتیوب کانال کمتر تهیه کرده گذارند و تماشا کنند، دیگران لایک گذارند. خیر کمتر یگان چیز مردانه تر هم آماده کردن ممکن است که خب دیگرها چی نوشتن؟ مردمی عذاب کشیده آزادی به که زدمون از همین خیر. حرفی اگر دایری موضوع نباشد نخوانده ایستادم. خب راست میگوید مادر نوشتن. خب سلام و درود بر همه آنهایی که سلام گفتن بر ما. سلامت باشند. بعد تماشای فیلم استحصال کوریا آشین تنکو را بود در خاطر دارد. بعد تماشای همین فیلم در وجود انسان چیز پیدا می شود، یک کلین عادی، یک خاندانی که پیوسته زیر ظلم قرار داشت. بر حیات آسیای میانگی ها به حیات آسیای مرکزی ها خیلی مانند بود. به هر حال دور نیستم قدر کوریا و کره گویم فهمتر و یک کلین عادی بود که از خاندان کمبغل آمد بر یک خانه که آنجا هم سطح نبودن. در زندگی خیلی عذاب کشید. زنگ میزنند. در زندگی خیلی عذاب کشید اما موفق هم شد. گوش میکنم شما را. طریق ایما زنگ زده ایستادن. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم شما را. السلام. این روز شما ناز افای عزیز. بله تشکر. شکری خوب آفر. بهترین برنامه، بهترین واقعی برنامه، بهترین موضوع. خب راست میگوییم ما نمیدونم تاجیکستانی ما از جهت فیلم آفری و زورش نرسد، نمیدونم برای چی باشد. یک فیلمی هست دلوار سفر در این باره بسیار خوب قید کرده. یک فیلمی هست 300 سپارتانتیف 300 سپارتاک کروچی. خب بله. در همون فیلم میدونی فارس زبانای ما رو تاجیکی ما رو چقدر پس زدگی که شتابی ما از مدنیت از چی خیلی عاقل باشیم. در همون فیلم وقتی که وایها با فارس ها جنگ میکنن 300 سپارتاک میمونه، بعد در آخر آنها هلاک میشن، سپارتاک ها هلاک میشن. لیکن در اونجا همه که وحشی خلق ما رو که وحشی چی کرده. لیکن فارس زبان ما الحمدلله چقدر تاریخ خیلی بوی خیلی غنی دارد. انا این فیلم رو میخوام که همین تاجیکای ما بازی کنم که شتابی نشان دهند که ما چه تاریخی بوی چه ما فرهنگ. شاهنامه ابوالقاسم و فردوسی رو بخونید سراسر پهلوانی جسارت جسوری چقدر زیباست. لیکن افسوس که ما یک فیلم شما راست قید کرده که ما یک فیلم خوب نداریم که شتابی نشان دهد که ما تاجیکان چه یک فرهنگ بزرگ یک فرهنگ بوی داشتیم. لیکن افسوس که آنها طرف اروپا و بازی کرده باشد، نمیدونم کدام دولت باشد 300 سپارتاک بازی کردگان و یا که پهلوانای بزرگجوسه خشون. لیکن خلق ما رو که وحشی در روشان هر چیز زدگی و هر چی یک نکالکا و یک بیزه نشان دادگیند. که میگن که همه خلق روز از ما در شهر روسیه میگن خلق روز وقتش مثال این تاریخ یا همه میدونند که این تاریخ یا بوی جنگ تاریخ ما بوی نیست. وقتی که اینها ور میگفتن یا واقعا یک در جنگل ها در یک چیز زندگی میکنن. وقتی که ما تاریخی ما چنان تاریخ زیباست، چنان ایمپری فورس بهترین ایمپری برو وقتش داشت. لیکن افسوس که حاضر بله برای همین میگم که یکی از سبب‌های آگاه نبودن از تاریخمان این کار نبردن همین سینماگران هم هست. کار پیش نبردن سینماگران و خود هم آگاه نیستن. شاید سینماگران خود امروز سینماگران از تاریخ دلوار سفر در این باره بسیار نه قید کرد گفت که در همون سپارتاک چخل ما رو پس زدن، چخل ما رو که ور که بی عقل که وحشی ما رو در اون فیلم نشان دادن. لیکن فارس زبان ما فارس زبان ما یک تاریخ به حد بزرگ داره، یک تاریخ به حد قدیمه داره فارس زبان ما انشالله.
درست من است. بله. میخواستم که یک بله من میخواستم که فیلمگرای ما یک فیلم بسازن، یک فیلم درباره من در اینترنت تماشا کردم ایرانی ها درباره سلمان فارسی فیلم کردن. انا ایرانی ها میتونن این لوجیک نسبت به ما خیلی دولت پیشرفته و دولت بقوت است، ممکن که میتونن مثل کینوی حضرت یوسف الی دروگوی دیگه کینوها میتونن و یا درباره سلمان فارسی فیلم کردن. لیکن ما هم الحمدلله ما هم فارس زبان ما حال دو تاجیک فارس زبان ان شاء الله ما هم یک بزرگای خمون چون ابو علی بن سینا و دیگرها یک فیلمی کنه با سامی بینندگان و تماشای بینندگان برسونه بهترین بشود. بله ما کم نداشتیم عالم و قهرمان هم کم نداشتیم. آگاه بودن و دربارهشان آماده کرده بر دنیا شناساندن این علاقه باید آگاه باشد و هنرپیشه هم باید همین نقش را آفریده توانند. برای آفریدن این نقش باید اندک بزرگی در سیرت خود هنرپیشه هم باشد. هنرپیشه هم باشد. خب بله درست گفتید، بهترین است برادر. خب بله رحمت خداوند اپای عزیز رحمت. برای شما هم تشکر که برنامه را اندک رحمت داده که دیگه مرحبا دادر. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای سلیمان یک مسئول برنامه الو آوازم آمده است؟ بله اکنون می آید. خوب است آوازم. میخواستم گویم که برنامه بهترین دارید و من توصیه به اویلان دادگیم که برنامه شما تماشا کند و یک سخنای عالی بود جناب سخنان از شما هم آموزد. بهترین برنامه دارید بسیار و برنامه‌ای که این روز سخن که برای کینو گفتید، برای فیلم‌هایی که برای که باید بروریم فیلم‌های اینا فیلم‌های برآوردن ده باید یک فیلم نواری برورن که برای مردم یک چیز نشون داد، هم راه راست نشون داد، هم یک معنی دار نشون داد. بازم ما در نظر گیریم که در تاجیکستان ما همین جای نره فقط حافظی است، فقط شعر و کنسرت است. از بین فیلم‌ها رفتگیان اپا انا و از بین رفتگیان حاضر جوانای ما فقط موسیقی دیگر دولت‌ها بینید ویای خودشون قهرمانای خودشون پورتریت کردگیان، قهرمانای خودشون شاعرای خودشون، اما از همه بهترین شاعر داریم، از همه بهترین قهرمان داریم. برای همین این همه وقت باید یکم آچرت حکومت باید به نظر بگیرد. این دست حکومت که به نظر بگیرد، حکومت کرد بعد اونجا که هنرپیشه هایی که آدمایی که باسواد که میفهمن میدونن فرهنگ تاجیکه وقتی که علم و فاید دارن انوایا اشتراک کنن انواع خوب میشود که انواع وقت خوب فیلم های خوب جالب و به مردم پیشکش کنن میشود. وقتی که حکومت که به این نظر نمیکند، وقتی که آدما هم نظر نکنن، حاضر حکومت فقط به حافظی نظر کساد. من همین نمیبینم. تاجیکستان پر از حافظی است، کلای بدی نیست. هم درست براه نماندن، نه نشان مضمون دارد، نه یک شعری نه آهنگ درست دارد، دزدی است. بله همش دزدی هستن از جانب افغان، از همسایه که افغان هستن از ویا بسیار وقت میگیرن، یک شعر 3-4 کس میخونن و من نمیتید. برای همین گفتنی هستم که اگر حکومت همین شعر همین حافظه کم کند و به طرف کینوستودیوی تاجیکستان گذارد و کینوی بدی برای جوانای تاجیکستان، برای آینده تاجیکستان که آینده تاجیکستان فهمن کی بود قهرماناش، کی بود نویسنده تاجیک کی بود، اینا بیشتر کینو کده فیلم کده قهرمانای تاجیک نشون دادن، این خوب میشد، بهتر میشد. یک برنده تلویزیونی نور عبدالسلام مولایی گفته بود که یک فیلم جای هزار امر معروف میگیرد. با فکر شما همین درست است؟ نفهمیدم، آوازتان خوب نامد. من با مشکلی با اینترنت دارم.
شمال است. جای شما شمال است چون که صدای باد است. خب صدای شمال. یک بار دیگه تکرار کنه سوالتون اپا. عبدالسلام مولایی گفته بود که یک فیلم خوب میتواند تاثیرگذارتر از 1000 امر معروف باشد. به فکر شما تا چه اندازه درست است؟ از 1000 یک فیلم تاثیرگذارتر است. نه، فکر من این است که یکمش امر معروف بر دین این یکم جمعه است. در راه راست بردن، امر معروف کردن اینم. نه که فیلم این وجه در دویم جاست. هم از امر معروف میگیرن بر فیلم نه مثلا به فکر من که همین از امر معروف گرفته فیلمی مثلا برای زندگی بودن چجوری رفتار کردن شمال است جای من همین من گفتنی بودم اپا و بهترین برنامه داره با انشالله در برنامه دیگه تون اشتراک میکنم. بهترین تشکر دادم و تشکر. اگر شمال نمی بود صحبت خوب هم می داشتیم. به هر حال در گرمای گلوبالی جای هم بوده است که شمال داشته است. عجیب. برای زنگ زدنتون یعنی وارد شدنتون با برنامه ادامه میدیم. اما فکر خودم را میگویم درباره آن که آیا درست است که یک فیلم میتواند جای 1000 امر معروف را گیرد. امر معروف را یک نفر میکند و خیلی از مولایان ما در حالت امر معروف میکنند که با تمام قوه فریاد کرده فردا روز قیامت چی جواب میدهی؟ نزد خدا چی میگویی؟ نمیترسی که در دوزخ میسوزی؟ این گونه صدا میکنند بلند دادگویان و دیگران در همین نشسته ها برابر تکبیر میگویند. نفری که نه ورود دین شده است در وجودش هراس پیدا می شود و هراس آدم را از موضوع کم کم گرفته می براید. اما فیلم چی؟ در فیلم داد و فریاد نمی کنند. در فیلم نمایش داده تبلیغ می کنند همین را. بعد تماشای فیلم یوسف پیامبر در یک کارخانه ما در خود استرابشهر یک جمله خوبه به حکم عنعنه در آمده بود. با یک دیگر خدا است راضی باشد می گفتگی شده بودند. این یک جمله زیبا که قبلا نبود. و در روسیه مثلا از مهاجران پرسیده بودند که آیا همین فیلم را تماشا میکنید؟ گفته بودند روزها جمع میشوند و به دهان ما نگاه کرده میستند که بر وقتر ترجمه کنیم. مصریان چی گفتند؟ گندم را چه خیلی ذخیره کردند؟ تعبیر خواب پادشاه چگونه بود؟ و همین طور بر رغبت تمام تا آخر تماشا کردند و سریه های نوش را از اینترنت جستجو کرده گرفته می آمدن به خانه تاجیکان. فیلم چون تاجیکی بود، اصلی فیلم تاجیکی بود، فارسی بود و ما فهمیده توانسته بودیم. دیدید برای تماشای فیلم ایرانی برای ما ترجمان ضرورت ندارد، پس ما هم زبان هستیم. خب راست تمام دنیا حاضر موسیقی نوشتن. ترکان میگویند که ابو علی سینا ترک هست، افسوس که عالمان تاجیکان خاموشند. گفتن نوشتن. خیر این موضوع بود قبلا هم که ترکان سینا ترک میگویند، عرب ها سینا عرب میگویند. ابوالقاسم فردوسی رستم داستان را آنقدر با جسارت و متانت و وقار و مردانگی و پهلوانی در شاهنامه‌اش ترنم کرده که آنقدر شکل و شمایل او را، قد بالای او را، گرز بر این کتف و بازوی او را، این همه را آنقدر به شعر خوب آراسته است که حتی ترجمه شاهنامه را خوانده ها، حتی روس‌ها گفتند رستم روس است چون که نامش روس دارد. باز دعوا کردند رستم که زردی نبود و چشمانش سبز یا کبود بود و روس است گفته دعوا هم کرده بودند، گویا وای از ملت ما نبود. فیلم رستم و سهراب بود که اون را در یک جایگی زمان شوروی هنرپیشه های از تمام اتحاد شوروی جمع شده بازی کرده بودند، سابق شوروی.
نقش آفریده بودن، یعنی که بازی کردن، گفتم ما عادت کردیم. خیلی یک فیلمی بود که در وجود انسان همین جسارت را تلقین میکند، متانت را در بر انسان تلقین میکند. و امر معروف گفتیم انسان را هدایت میکند بر راه دین. فیلم هم همین طور است. من در آغاز برنامه گفتم که درباره عمر فاروق فیلمی را تماشا کنید گفته که رژیسور روس بر دیگرها تلقین کرده ایستاده است. معلوم که معقولش بود. خب درباره کاوه آهنگر را چگونه تصویر کرده؟ 18 پسرش از دست دشمن کشته شد، اما کاوه را نشکست. شکستن کاوه دشوار بود. یک فرزند از دست میدهند، ایمان آنقدر ضعیفی میکند که تمام به کلفت فرو میروند. امروز کاوه 18 پسر از دست داد. فردوسی چی گفتنی هست؟ مرد باید که هراسان نشود. یعنی فردوسی گفتنی هست که نباید روح افتاده شد. کاوه همان پیشگیرکی که در پیش برش بسته آهنگری میکرد، از پیش برش کشاد، بر یک آهن دراز آن را بست، بالا برداشت و اسب دوان به سوی جانب دشمن. بار اول میگویند بیرق را همین کاوه برداشته بود، پیشگیرکش را برداشته بود و همین بیرق شد. با همین این خیلی یک گزینه ورسیه هم هست و دیگر ورسیه ها هم درباره بیرق بسیارند. درباره بیرق نه، درباره کاوه آهنگر می رود. فردوسی در داستان‌های شاهنامه با صنعت گفتار خیلی قهرمانی را خوب انعکاس کرده و آن را اگر همه داستان‌ها را در صحنه فیلم گذارند خیلی خوب هم میشد. هرچند داستان است یا برخی میگویند افسانه است، چون که خودی فردوسی هم میگوید منم کردمش رستم داستان وگر نخری بود در سیستان. یا خودی فردوسی گفته یا نفری دیگر گفته این را انیق، من نمیتوانم انیق گفته. وزن گفتارش با وزن شاهنامه مانند است، شاید نفر دیگر گفته هم باشد، انیق گفته نمیتوانم. اما از یک قهرمان چقدر یک بالا بلندی ها ساخته. خب مهاجر در خط علاقه هستند، شاید گفتنی هم دارند، فقط دایر موضوع. سلام علیکم با همه شما موافقه جان. من خیلی گفته بودین برای امر معروف و خیلی درباره حوزه شاعری رو گار زدین و نویسندگان. بله سخنهای نقص ما زمینیت چی روزی نیستیم که خیلی که از گفته من اکو طرفداری از طرف حکومت اگر میزنم. خیلی امر معروف گفته ما تاجیکا مسلمانیم، الحمدلله ما محتاجیم به امر معروف و سخنهای قرآن و نصیحت‌های کلان و مولا و داملاها. ما نه اینکه با رقص و بازی علم و تکنیک اصلی 21 بگیم فقط با تکنولوژی. من خودم جوانم، من خیلی من 20 ساله هستم در روسیه. ما نه امر معروف دیدیم، نه مدرسه را دیدیم، نه یگان چه ندیدیم، فقط تکنولوژی میگفتن. تکنولوژی میگن در تاجیکستان نیست، اینترنت نیست که یک کتاب خونی یا درس خونی یک فهمی. همه جاش همه خیلی ای شویروی گذاشته میگن حیات نتیجیگ نیسته. اپاچ در پیش گفت بخشش میگن که شاعر نیست، نویسنده نیست. برای چی رقاصه ها رو دستگیری میکنن؟ شهر نیست نامشون منگینن. در تاجیکستان رقاصه های مشهورن، هیچ صرف نکنن 10-15 هزار دلار در هر یک شهر میرون، یاردم میکنن، دخترای جوان یاردم میکنن. نمیتونن یک جوان یک تا دو تا را تیار کنن نویسنده یا شاعر. میشود حافظ قرآن نمیکنن، میشود. خب دادر باید همین نامت شو کردم یک در روسیه گریف جای یک مده قرائت خود. بله خبر دارم. از تاجیکستان یک نفر دادر که ما از تاجیکستان بر مصر در آزمون حافظان حدیث، در آزمون محدثان اشتراک کرده. 5000 حدیث از یاد میداند. از کجای همین حدیث ها سوال دادن جواب داده جای یکم گرفته بود از همین تاجیکستان. متاسفانه او را حبس کردند، چند سال بعد برآمد. تاجیکستان همین گونه هست.
من یک سوال داشتم از موضوع بیرون رفتیم دایره موضوع امر معروف گفته شما حرف تربیوی را میگویید اما آیا فیلم نمیتواند که به جای امر معروف تربیت داده باشد؟ اپا فیلم میتواند فیلم تا کدام درجه را میتواند که در فیلم خیلی که فیلم های ترکی هستند دخترها هستند هر یک شوخی هست هر یک خیلی نباشه او نغزه که انگی خیلی گفته پیغمبر خودمان یوسف فیلم های نغز باشه ها امر معروف روزی نیست در تاجیکستان نیست فقط با صدای اینترنت و فکر شما و فکر منم که در تلویزیون مون امر معروف و یا توی قرآن ما خلاصه خودم میگم که بهترین میشود که همه جوانو ای اسلام ای مهر و محبتشون زاید میشود. درست است. من خوشحالم خب بهترین دادن یک سوال داشتم قدم قربان را میدانید البته من راستش اپا جان دانم تماشا نکردم میدانم تماشا نکردم خب من هم تماشا نمیکنم چون در شبکه‌های اجتماعی دیدم که درباره‌اش چی می‌نویسند حاجت بر تماشا نماند اما در دوام یک هفته 1 میلیون نفر تماشا کردند همه که 9 میلیون نفریم اگر به جای همین قدم قربان نفر امر معروف میکرد همین 1 میلیون رو شاید در دوام همین 20-30 سال هم نگیرد همین تماشا را چرا؟ چون که قدم قربان نقش خودش را بازیده توانست و سیرت و تینت خودش را در همان نقش آفریدهش در سوری خود خواندهش داده توانست اما و با قدم قربان مانندها با رغبت تمام آن را تماشا کرده لایک گذاشتن توانستند ما نمیتوانیم چیز آماده سازیم که 1 میلیون تماشابین بیند آن را و مورد توجه مورد پذیرایی مردم قرار گیرد برای آن که قدم قربان 1 میلیون تماشا گرفت ما گناهکار هستیم چون که ما آماده کرده نتوانستیم چیز مقابل همین صنعت پخش کنی ها صنعت زیر کنی ها صنعت خور کنی ها چیز آماده کرده نتوانستیم اونجا صنعت خور شده است اپا جان در پیش گفت ما گناهگار هستیم که ما خود هم را دستگیری میکنیم خودمون تماشا میکنیم همه مسلمان میگن که ما وای خودش کرد نه من مهاجر را میگم که دستگیری نکنیم خیلی را این دستگیری ما میشه که همه نام برارد بیا یک مومن مسلمان دستگیری کنیم و هم نام برارد بله اینش هم درست است خب باز نفری در خط علاقه هستن بله گوش میکنم شما را مانید سلام علیکم مدار عزیز امیدوارم خوب سلامت هستین البته درست موضوع چیست کم دیرتر باشون پرواز شدم اصلا در بیداری ملت امروز فیلم تاجیک در چه حالت است چرا مردم رغبت بر تماشای فیلم های وطنی ندارند تماما بله ما که شاهدی حال هستیم مدار عزیز در این صحنه‌چه ها یا فیلم ها ما شاهدی حال هستیم که کارهای غیر آدمی یعنی بی‌معنی آشکارا مقصد شده ایستاده است ما که می‌بینیم در شبکه‌های یوتیوبی اینترنتی بله مدار بله جمعیت همه مقصد ملادی و جوانای حاضره فقط صنعت رقص بازی خیلی مفکوره فقط همین طرف تا میکشه ای خیلی سیاست ای همه چیز دور شده یعنی همین فقط صنعت چی که صنعت تاجیکستان اگر اهمیت داده باشن فقط حافظه و حافظه را میشناسن یگان آدمی که علم اسلامی داره او را اما یک دسته تایبه دازی بیچاره‌ای هم خیلی چیزی شده یعنی قبول شانه میکنن فقط صنعت رقص بازی و هم خیلی رفته است مفکوره آدمو فقط همین شناختنی همین فقط صدای رقص و بازی پر است بله فضای رقص و بازی پر است دیگر فضاها خالی است تماما بله
انا امروز مثلا پرزیدنت ازبک اجازت داد که در جایهای جمعیتی لباس با سطر مثلا با لباس مذهبی با حجاب اسلامی اشتراک در جایهای جمعیتی اجازت داده شد. تشکیل کردن تشکیلات دینی اجازت داده شد، نابسته از آن که تشکیلات چه ازبکستانی است، تاجیک از تاجیکستان آمده است یا عربی از عربستان است، نابسته از کی بودنش اجازت داده شد. اکنون دیگر کشور در ازبکستان مدرسه هم گشاده میتواند برای تشکیل دینی اجازه. اکنون وقتی که در ازبکستان این چیز آشکارا اجازه شد، همین فضا رو پر کردن آسان شد. پر کردن در ما پر کردن فضا دشوار است. فضای امر معروف را پر کردن خطر دارد. برای لایک گذاشتن به حبس میکنن. بله 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 مداری عزیز. سینماگران هم بودن، کارگردان های فیلم ها که مشهور هستند، همراهشون صحبت کردم تا در این برنامه اشتراک کنم، چون که من سینماگر که نیستم، از فیلم کم سواد دارم. فکرشان را گفتن، نوشتن، اما گفتن ما اشتراک نمی کنیم. برای یک لایک حبس شدن ما را برده حبس میکنند. بله بله ما مادر عزیز هم خیلی سرخم شده اگه برای نازی ملت های دیگه، یک ملت یک روس میگه که خیلی مسلمانی که در تاجیکستان شما نه سطر میمونن، خیلی مسلمانی هم خگاه میگم را چی میگوی نمی اگه جواب هست که اون رابطش نمیگه خیلی مسلمانی که در تاجیکستان ته نمیمونن سطر کنی و ریش بمونیم. چی جواب میتونیم دیگه اگه ملت دیگه خیلی ما رو بارو شده اگه مادر عزیز جواب چی میگم؟ جواب چی میگم؟ لبوی هم تاجیک ابگه که چی میگه شما خیلی مسلمانی که در تاجیکستان شما مقصد سطرای زنتون هم میگیرن قبل نمیزنین یا ریشتون هم میگیرن قبل نمیزنین. همین جواب هم مدام چی میگی دیگه ما حیران میشم مدام همین کم طرف عاجز هم میمونیم. یک سیستم دولت داره از یهودان هست که مردم رو با یگان چیزی ناچیز آواره کرده میمونند و در بالا یگان تبادلات دیگری کرده میگیرند، یگان گیروداری خودشون را. مثلا سطر من میگن مردم با همین آواره شده چرا این خیل بوده است، گفته با این هم بحث و مناظره و علم و غم و حالی کرده میگردن، در بالا خودشان چی جنایت ها را صادر میکنند. مکتوبچه می نوشتند، اگر همه مکتوب را به 10 نفر دیگر نوشته نفرستی اگر خبری خوش نمیشنوی دیگر و دیگر بله با همین آواره می شدن، به 10 نفر مکتوبچه نوشته می نشستن. چی کارهایی را انجام می دادن؟ آواره کردن مردم است، دیگر چیزی نیست. خود سیاستمداران هم می دانند که سطر یگان خیل بر سیاست دولت زیان نمی بیارد. یا اینکه ریش میگن که تروریست اکستریمیست میگن، اگر نیو که او تروریست ایخدو نمیترسه او واپشه او بریش هم ریش هم میگیره و میرا کورش هم میکنه. یک به عقلی ما میدونم میرا که میگن که ریش علامتی تروریستیه یا ایه یا اوه، یک به عقلی میدونم ما منداری عزیز. نه خب بله یک آدمی که عقل سالم داشته باشه بر فکر کنه نفری که تروریست او آدم مقصد آدم میکشه او واپشه ترس خدا در دلش نیست، او میتونه که ریش پولی بگیره برای کارش انجام بده. او ریشی یا چی مقصد داخل داره در باین همین گفتی گپا زید همین اسلام بر اومدستان. این میگن که خداوند تو قاو آدم مقصد همو کدام هم قانون مبرورا او را نشون نمیده، همه را نشون میده خداوند. اینا سیل و فتوی کو این همین نشونه همو میشوه برای که مقصد خاموش میستیم تو چندی خاموش ایستادی. میگن که خداوند هیچ وقت هم قوم دیگه نمیکنه که تو وقتی هم خودش دیگه نخواد دیگه کردن. برای همین این مردم میخوام خواب میکنن. ولی مادر عزیز بخدا قسم خونه میدونی با این سطر در روی سطر گفتن بخدا قسم خونه این خونه دم درن اوزی هم خیلی شده بود یک چند وقت زنگ زدن خونه دم درن در درون خونه بخدا قسم سطر کینه میمونن. یا شاهدی حال هستیم ما مقصد بخدا قسم در درون خونه میدونن سطر کنی در درون خونه نمی که استقامت بکی دامجا میگن سطر نکلی برن وسویسا رئیس محله با یک چند زنی مقصد نمی چی دیگه خونه دم درن میمونن. ولی بیرن کاد کوچه مالی خونه داخل کیستان. برای همین که این خواب کنی خداوند نشون دادن میگیره. برای همین یک اینا ازبکستان اینا اوج ما امروز انگوش کردم راست میگه مادر عزیز که سطر اجازه داد دیگه بله با خدا از ده جو گاب زدم سطر ما نمی تماش گاب زکو سر زمو یگون چی باشه یگون
комментария да бинависам инстаграм да сразу ягон кас ё ҷавоб бидам ё удалит мекунам ё чор ин партиям ва номи худо фикр гес я ҷо сатр ё шагар сразу чизет мекунам мардум он хел тарсидаги ки ҳатто нависондан метарсан нависондан оли гап задан усбеста бале мудари азиз رو میفهمم اما با فکرم از موضوع خیلی دورتر هم رفتیم خب درباره فیلم حرف زده ایستاده بودیم سینماگران تاجیک امروز چرا فیلمی آماده نمیکنند که در آن بیداری برای ملت تلقین کرده نمیشود هوشیاری جسارت و متانت تلقین کرده نمیشود در این باره حرف زده ایستاده بودیم من فکر میکنم این ترس خیلی کی از یک هیچ خیلی اینا ژورنالیستون هم اومده بودن صحبت نکرده بودن ترس ایده دلشون همه بالا یک نفر چیزی بگه هم فرمون چیزی شام بالا ده هم تا اخیرا هم رفتن میگیره و نمیتونن ببروین یا میدونن خیلی تون قید کرده بودیم کانتا بیشتر که اگر مقصد یک کاری خطا کنن سراز برای لایک شما قید کرده کی سال اما ترس در دلشون همیه همون کلان سر کردگی تا همون موسیقی همون میترسن مداری عزیز دیگه خیلی فیلمو چی نمیکنن برای همه من فکر میکنم سبب نمیه یعنی سران کشور از صنعت فیلم آفری آگاه هم نیستند که آگاه هستند همین موسیقی و رقص و دیگر فراوانی گسترده ماندن هر کسی هر کاره اما همین هم رواج نمییابد همین هم چون نظارت برای سروده های فچ و به وزن و به قافیه مضمون نیست این صورت نیست گفتند و همه آواز دارد ندارد با همین اپاراتور ساز میکند میبراند گم شد دیگر بله منداری عزیز این همی حافظا رو هم خیلی درواردگی هم خیلی بسیار شیدگی و هم توریکسون که همی اینترنت هم شبکه اجتماعی هم یا همی سایت های اینستاگرام مدروی همی گفت یپان بالا میکنی همه حافظا یا کلکور حافظ شده رفته است حافظا شده رفته است یا همی فقط ذهنی مردم دارن رقص بازی را چی کیسن که همه دور شوا ای سیاست دور شوا خلاصه مدارم خب بله خب درست میگید دادا تشکر برای زنگ و تشکر برای صحبت خدا نگهدار تماشا وقت سربلند باشین مادر عزیز موفق شوین نگه با خداوند عزیز و اینجا پیر محمد خلف نوشتند اگر در فیلم ها با چنگ زدن با علم و سیاست تبلیغ کنند خوب میشد خب خصوصا چنگ زدن بر علم خیلی مفیدتر است اگر در فیلم ها تبلیغ میشد درباره یگان عالم درباره زندگی نامش یگان فیلم آماده میکردند که واقعا تاثیرگذار میشد تماشا کننده رو بله خیلی وادار میکرد ذوقش پیدا میشد که در جاده علم باشد امروز متاسفانه همین زنهای تاجیک را اگر در یگان معرکه نشینی درباره متاهای در بازار پیدا شده گویی کلاشون پوری معلومات است با نرخش هم میگویند خود یک متا چند نماد گلدار و چند نماد برگدارش چند مترش چند چی میشود همه را میدونند اما درباره یگان قهرمان ملت خود خواه در جاده علم و فن باشد خواه در جاده علم باشد خبر ندارند شاهد حالت های هم می شدیم که در بازار کتاب فروشی با سر و تن 1000 سامانه می آیند مادران همراه کودکانشان و اعتراض میکنند که نخواد یک دفتر 20 درم باشد اقلا 10-15 درم کنید این چی گپ سوال را بینید سر و تن 1000 سامانه 20 درم برای دفتر فرزندشان دادن اعتراض دارند برای 20 درم دادن باز هم با عزت امان مردم عذاب کشیده آزادی میخواهند خداوند آزادی را نصیبش کرده باشد عزت امان را دیده چقدر است که رو هرگز فراموش نمیکنند دیما نوشتند با از نوشتند در مولتفیلم نیست اینش انیق است اینش درست است ما فیلم تصویری هم نداریم تاجیکان از بالای فیلم های تصویری یگان دوبلش هم کرده نمیگذارند یگان فیلم تاجیکی دوبلش کرده یک زمان دوبلش کردند فیلم لالا و پیپی پینگوین ها را خوب بود خیلی خوب بود برآمده بود در جایش بود حالا نیست کدام یک دسته یک گروه جوانان پیدا شدند
فیلم تصویری شرک را ترجمه کرده بودند، هرچند پر از حقارت بود عینا ترجمه کرده بودند، اما بر چی میگن منتالیته خلق ما موافقه نکرد و باعث تنقید شد، اما عینا ترجمه شده بود. آن رقص باشد، سرود باشد، تمام نوشتند. خدیجه اسوی و حرفای سران دولت را تکرار کردند. رقص باشد، سرود باشد، گفتنش را ما فهمیدیم که این کنایه است. خب فرصتی برای برنامه جدا شده با پایان رسیده ایستاده است. طول این لحظه چند که با شما بودم صحبت کردیم، معلوماتی که گرد آوردم، اثر فیلم درباره بیداری ملت در این موضوع پیشکشتان کردم. خیلی خرسند هستم و امید بر آن دارم که سینمای تاجیک در آینده رشد میکند، این همه موضوع ها را در بر میگیرد، نفرانی هم پیدا میشوند که در حقیقت هنرپیشه هستند و نقش آفریده میتوانند، نه با راه تقاب و خاله‌بازی اونجا وارد شدن بر صحنه تئاتر و کینو. واقعا هفته پیشین 2 یا 3 روز شد که یک هنرپیشه نامدار تاجیک را از دست دادیم، عبیدالله رجبوف بود و موضوعهای داغ روز را به صحنه میگذاشت. نامعلوم تاثیر میکرد بر مردم. روانش شاد باشد. اکنون وابستگی موضوع را بر برنامه گفته میگذارم. چرا اثر فیلم در بیداری ملت در برنامه پرنده های مهاجر موضوع شد؟ چون پرنده مهاجر برای مهاجران است. این برنامه برای مهاجرانی ترک وطن کرده است تا درود آنها را، پیام آنها را بر اهل وطن رسانیم یا از اهل وطن برایشان رسانیم، یا درد و داغشان را گوییم، موضوعهای مبرم روزشان را گوییم. اثر فیلم در بیداری ملت چرا در این برنامه جا گرفت؟ چون که اگر ملت بیدار باشد هرگز مهاجر نخواهد بود، حق خود را میرویاند. ملت بیدار باشد تلاش میکند تا این همه 30 ساله که مهاجر است، 29 ساله که مهاجر است، اگر بر فایده دولت مزد آورده مهاجر را حساب کنیم و دولتداران بر بانک های کشورهای همسایه برده ذخیره کردهشان را حساب کنیم، با همین پول چقدر کارگاه ها ساختن ممکن است، چقدر منبع درآمد آنجا می شود، همگان را بر کار فرا می گیرند. ملت بیدار باشد، ما همین را می خواهیم و اثر فیلم هم در بیداری ملت خیلی بزرگ است. در برنامه من بعده همسان همین موضوع برنامه است که اثر ادبیات در بیداری ملت است. اگر مواد دارید شما می توانید در شبکه فیسبوک در برنامه در صحیفه پرنده مهاجر برای ما ارسال کنید، دوستی پیشنهاد کنید، ما میگیریم این برنامه را، این مواد شما را، و در برنامه من بعده نیز امید دارم که اشتراک خواهید کرد. خب الله شما را نگهبان باشد. اپا جان نوشتند شما را هم نگهبان باشد. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار، پناهت به خدا. خیر.